برای درست کردن این گل فقط به یه ماسوله نیاز داریم. همه میتونن حتی بدون اینکه گلدوزی بلد باشن این گل قشنگ رو بدوزن. از هر سولا حدود 5-6 مرتبه نخمون رو رد میکنیم. این 2 تا 3 تا 4 تا و 5 تا. همینجور میدوزیم تا آخر. و بعد که کار تموم شد اینجاهای کار رو لایه روی رو قیچی میکنیم. گلای من اینم تمام شده کارمون. گل 3 سوتو راحت.